تعدد ادیان چه ضرری داره؟ خب وجود ادیان مختلف یه واقعیتی است. هم در زمان پیغمبر بوده که حضرت اشاره فرمودن فرع الامم فرقا فی ادیانهم، هم امروز هست و البته امروز به صورت وسیع‌تر و گسترده‌تری خیلی شعبه ها و فرقه های زیاد دیگه هم به وجود آمده. خب این یه واقعیتی است. حالا چی؟ باید چیکار کرد؟ یعنی ما در عالم چند میلیارد انسان هایی داریم که خدای یگانه را نمی پرستند. خب حالا چگونه چی باید برخورد کرد با اینا؟ در بین اونهایی که اعتقاد به خدای یگانه دارند ادعا میکنند که خدای یگانه را میپرستند و تابع ادیان الهی هستند، دو سه تا دین مهم هست، یهودیت و نصرانیت که در درجه اول هستند. البته نصرانیت تعدادش بیشتره. دین سابعین هم در قرآن اشاره شده که کمابیش پیروانی داره و مجوس هم هستند. اینها هم اصحاب کتاب هستند. خب اینا هم برای خودشون اعتقاداتی دارند، مناسکی دارند و هیچ کدوم دیگری را تأیید نمی کنند. هر کدوم از اینا میگن حق با ماست. حالا پیغمبر اسلام آمده با اینا مواجه میشه، چیکار باید بکنیم؟ نوع برخورد با ادیان مختلف تابع نظرها و دیدگاه‌های مختلفی است. میگه دین حق یکیست، فماذا بعد الحق الا الضلال. حق یکیست، هر چه دیگه هست گمراهی است. این از نظر اعتقادی و فکری. یه مسئله دیگه از لحاظ رفتار و ارتباط با صاحب ادیان مختلفی. خب ما میگیم بتپرستی باطل هست و اونقدر برای ما روشنه که اصلا تعجب میکنیم که چگونه هنوز در این زمان بتکده وجود دارد، مردمی بت میپرستند. ما واقعا تعجب میکنیم. شاید اگه نره از نزدیک بتخانه ها و اینا رو نبینه باورش نمیشه که آدم حسابی بتپرست باشه. متاسفانه هست دیگه. نه یکی دوتا، میلیون ها و سر به میلیارد میزنه انسان های بتپرست. خب اینا هستن، ما با اینا ارتباط داریم، کار زندگی داریم، داد و ستد داریم، رفت آمد داریم. چیکار باید بکنیم؟ مسئله اعتقاد و فکر و نظر یه حرفه، مسئله عمل یه حرف دیگه است. حالا از اینا گذشته مذاهب مختلف، یهودیت، مسیحیت، با مشترکات زیادی که ما با اینها داریم، مخصوصا در مقابل منکرین خدا و بت‌پرست‌ها و اینا، ما اشتراکات زیادی با اینها داریم. خب چگونه با اینا برخورد کنیم؟ اصلاً با کشورهای مسیحی هیچ رابطه نداشته باشیم، رفت آمدی نداشته باشیم، یا نه هرچی میبینیم همیشه با اخم و روی برگردونده باشون مواجه بشیم، سلام علیکی، احوال پرسی، اظهار رفاقتی، نه اینا کافرن، نجسن، بهتون میگن. اینجوری باید برخورد کنیم. اولا باید بین این دوتا مرحله فرق گذاشت. یکی مرحله فکر و اعتقاد، یکی مرحله رفتار خارجی که چگونه باشه. از لحاظ فکری اسلام به هیچ وجه فکر باطل را نمیپذیره. هر قدر حتی به صورت مجازی و اینها هم گفته بشه، مواظب که از مجاز را از شوخی از اول جلوشو بگیره که به جدی نرسه. از اول نگید نحن ابناء الله تا یه روزی نرسه به اونجا که بگید باید معتقد باشید که عیسی پسر خداست. این حرف بسیار باطله. جای این داره عالم متلاشی بشه. این از لحاظ نظری و فکری اسلام به هیچ وجه جایز نمیده که تو مغز من این بیاد که شاید اینم یک وجهی داشته باشه، شاید بتپرستی هم یه توجیهی داشته باشه.
در قلب من، در اعتقاد من، در فکر من اون چنان باید یک حجاب آهنین بین این دوتا فکر توحید و فکر شرک باید کشیده باشه که هیچ وقت تو ذهن من خیال شرک آمیز هم خطور نکنی. این از لحاظ فکری و اعتقادی. اما در خارج چی؟ در خارج ما باید نهایت اخلاق انسانی را با همه مردم دنیا داشته باشیم، مگر کسی که علنا در مقام محو اسلام به دشمنی با دین حق براد، ولی حتی در ذهنش هم اگر انکار میکنه دین حق را و هیچ ایمانی هم نداره، اما عملا اگر اظهاری نمیکنه، ما باید نهایت ملاطفت را داشته باشیم، خیرخواهی داشته باشیم. بخشی از زکات را باید داد به کافرانی که به امید این باشد که دلشون به اسلام تمایل پیدا کند، المؤلفت قلوبهم، برای اینکه اونا تألیف قلبشون بشه، تمایل به اسلام پیدا کنند، ته دلی با اسلام بد نباشند با مسلمانان، جلب توجهشون بشه. این خدمتی است. از این راه هست که میشه کسانی جذب بشن به اسلام. تا اینجور اخلاق ما در عمل نداشته باشیم، کی رغبت پیدا میکنه مسلمان بشه؟ و چه بسا کسانی بودند که در اثر همین رفتار صمیمانه و دلسوزانه و خیرخواهانه گروه به مسلمانی گرویدن، مسلمان شده. این دو مرحله را باید از هم جدا کرد. ما در میان فرق اسلامی هم همین حرفا رو داریم. ما همونطور که تولی برامون مهم است، محبت اهل بیت، تبری از دشمنان اسلام هم مهمه. هر کس دشمن اهل بیت باشه و همون اندازه که دوستانش را دوست می‌داریم و دشمنانش را دشمن می‌داریم. اما مقام قلب یه حرفه، رفتار خارجی یه حرف دیگری است. در رفتار میگن شما برید در صف اول نماز اونها شرکت بکنید، اگر مریض میشن برید عیادتشون، کسی ازشون فوت میکنه برید تشییع جنازهشون، عودوا مرضاهم، هر کار خیلی از دستتون برمیاد براشون بکنید، تألیف قلوبشون میشه. این معناش نیست که من چون عقیدم نسبت به اونا نادرست داریم، کسانی رو که اونا مقدس میدونن من اون تقدس رو براشون قائل نیستم، حتما باید تو روشون هم وایسم فوش بدن. کدوم مذهبی اینجور گفته؟ کدوم امامی از امامای ما اینو تأکید کرده؟ اسلام در مقام بحث و احتجاج میگه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. از اینجا بحث شروع کنید که همه ما، هم ما و هم شما میگیم خدای یگانه رو باید پرستید. بیاد ببینیم لوازمش چیه. حالا که باید خدای یگانه پرستید، پس اربابی در کنارش نباید معتقد شد. خدای یگانه نمیشه فرزند داشته باشید. بحث از اینجا شروع کنید با احترام، با ادب، بعد سعی کنید بحث رو ادامه بدید تا حقانیت دین خودتون را و بطلان اعتقاد اونا را براشون ثابت کنید. در طول تاریخ اسلام هم بزرگان ما این دو تا مسئله را کاملا از هم تفکیک کردند. در مقام بحث و کتاب و تحقیق نهایت دقت را به جا آوردن، اثبات کردن حق این است، صدها و هزارها دلایل براش پیدا کردن، از یک حدیثی در یک کتابی هم صرف نظر نکردن، گشته اونو پیدا کردن تا به اونم استناد. اما در مقام عمل دوستانه، صمیمانه رفت آمد داشتن، مکاتبه داشتن، دید و بازدید داشتن، احترام میکردن به هم، از کس دنیا میرفت تشییع جنازش میرفتن. این دوتا مرحله از هم جدا بشه. ولی از نظر اعتقاد ما باید بدانیم دین حق همان است که پیغمبر اسلام امیرالمومنین اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین فرمودند یک سر سوزن حق در جای دیگری خبری نیست.
اگر چیزی بر خلاف اون چه باشه که اونها فرمودن باطله. انتظاری که ما حق از جای دیگه پیدا بکنیم نباید داشته باشیم. احتمال اینکه 1 در 1000 حرف هایی که اهل بیت زدن یه جاش اشکال داره، تو ذهنمون خطور نباید بکنه.